خدای من چقدر اینجا قشنگه. امروز خسته از کار برگشته بودم، ولی گاهی خستگی بهونه‌ایه برای شروع تازه. با خانواده گفتیم بزنیم بیرون، یه نفس تازه، یه منظره متفاوت. راهی شدیم به سمت بالای کوه. جاده خاکی بود و پر پیچ و خم، با شیبایی که گاهی موتور رو به چالش میکشیدم. اما طبیعت اطراف و خونه باغا و درختها و اون سکوت دلنشین، همه چی داشت آروم آروم حال دلمون رو عوض میکرد. چند دقیقه فقط نگاه کردیم، همین کافی بود برای یه حال خوب. خدای من چقدر اینجا قشنگه. وای و اما مسیر برگشت همون جاده بود، ولی با یه حال دیگه، با لبخند، با انرژی، با دلی که سبکتر شده بود. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخواین با همون بیشتر هم سفر شید، لطفاً کانالمون رو دنبال کنید، لایک کنید و کمک کنید که کانالمون بزرگتر شه. تا دفعه بعد، یه مسیر جدید، یه حس تازه منتظرتونه. همیشه مثل همین لحظه تختقار به سمت اهدافتون برید و زندگی کنید.